امروز همچنین پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف جهت اشتراک در جلسه شورای سرانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای به تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بینالمللی دوشنبه مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف را سروزیری جمهوری تاجیکستان قاهیر رسولزودا و دیگر شخصان رسمی صمیمانه استقبال گرفتند. امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف که جهت اشتراک در جلسه شورای سرانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای به تاجیکستان تشریف آوردند ملاقات کردند. در جریان ملاقات صمیمی مسائل مبرم همکاری دوجانبه و رفت اجرای سازشنامه‌های ضمن سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان در تاجیکستان به امضا رسیده بررسی شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان را به تاجیکستان خیر مقدم گفته. به سهم شخصی محترم شوکت میرزیوف در رشد مناسبت‌های شریکی استراتژیکی متقابلا سودمند تاجیکستان و ازبکستان بهای بلند دادند. جانب‌ها از رشد بی‌میلان و گسترش مجموعه مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک و شریکی استراتژی تاجیکستان و ازبکستان اظهار قناعتمندی نمودند. مسائل‌های همکاری سیاسی، تجارتی و اقتصادی، نظامی و امنیتی از موضوع‌های مهم ملاقات دوجانبه محسوب یافته. سران دولت‌ها فعالیت پرثمر کمیسیای بین‌الحکومتی عاید به همکاری اقتصادی و برگزاری فورم بین‌منطقوی سرمایه‌گذاری را در تاجیکستان مخصوص قید کردند. ضمن بررسی مسائل‌های امنیتی منطقوی وضع مرکب سیاسی و نظامی کشور همسایه افغانستان محاکمه گردید. در رفت ملاقات همچنین عاید به مسائل‌های مورد توجه جانب‌ها تبادل سودمند افکار صورت گرفت.